گرونترین کوتاهی که انجام دادید؟ 1000 درهم بود. حالا حساب کنید چقدر میشه. خارج از ایران انجام دادم. خسیسترین مشتری که داشتید؟ خسیسترین مشتری که داشتم ابزار کوتاهیشون رو با خودشون آورده بودن، قشنگ پک کامل. گفتن که موهای منو کوتاه کنی، ابزارم هم با خودم آوردم، اما 200,000 تومان بگیریم. منم گفتم شرمنده، انجام میدم. رو مخترین مشتری که داشتید؟ مشتری اومدش موهای وزی داشت، بهم گفتن که میخوام لیر کوتاه کنم. گفتم من اصلا این مو رو لیر کوتاه نمی‌کنم چون رده قیچی روش میمونه، چون موهاتون خیلی وزه. و هی اصرار کرد و من قبول نکردم و در انتها گفتم من متاسفانه نمیتونم براتون انجام بدم، به جای دیگه. خجالتی ترین مشتری که داشتید؟ امان از دست این مشتری خجالتی. مشتری اومد گفت پیشنهاد بدین چه مویی بهم میاد. گفتیم خب موی پیکس فیت میاد و اینکه بعد ماشینش دوره در واقع سرتون. گفتش من باشه، من مشکل ندارم. ما انجام دادیم و رفت خونه، تماس گرفت، گفتش که من اصلا روم نشد بهتون بگم، من اصلا موی کوتاه خوشم نمیاد. غم انگیزترین خاطره‌ای که از کوتاهی داشتید؟ هم میشه گفت غم انگیز هم قشنگ. مشتریمون اومد، خواهرشون سرطان گرفته بودن و اینکه موهاشون رو کاملا با صفر زده بودن و خواهرشون اومدن و من گفتن که منم میخوام این کارو کنم و من کوتاه کردم. هم میشه بگی غم انگیز، هم میشه بگی قشنگ. شما قشنگترین اتفاقی که تو سالنتون افتاده چی بوده؟ برام کامنت کنید.